درود دوستان، خیلی خوش آمدید. قبل از اینکه توضیح بدم دیدین یه روزنه کانال باز کردم. حالا بهتون بگم که قبلش موزه مورد نظرمون رو با کرم بیهسی 15 دقیقه بیهس کردم و حالا نایلون از روش برمیدارم تا بتونم کار انجام بدم. همونطور که تو تصویر بالا دیدین کانال رو باز کردم. یه روزنه کوچیک و بعد از نخ لیفت استفاده میکنم. تو تصویر پایین از یک روزنه 2 تا نخ لیفت رو گذروندم و توی تصویر بالا انتهای ابرو رو دارم میکشم، یعنی 2 تا محفظه باز شده، از یکیش 2 تا نخ رد شده و از یکیش 1. همونطور که میبینید برای باز کردن مسیر سوزن زیر پوستتون احتیاج که هست که مسیر سوزن رو یکم زیر پوست هدایت بکنید که به سطح لایه سطحی پوست و یا به سمت استخوان نره و خود به خود البته خیلی کار سختی نیست، خود به خود مسیر رو پیدا میکنه. یکم سخت همونجوری که میبینی استرس داره که خصوصا وقتی برای خودت انجام میدی خیلی استرسش بیشتره. راستش توصیه میکنم که حتما چندین فیلم تو یوتیوب ببینید بعد برای خودتون انجام بدین. این نخی که برای لیفت ابرو استفاده میشه نخ متفاوتی نسبت به لیفت صورت، لیفت گردن، لیفت قبقب، لیفت چونه و معذرت میخوام گونه. نخهای متفاوتی هستن. این نخ فقط حالت کسانی رو ایجاد میکنه. نخهای دیگه که برای گونه و اینا استفاده میشه ممکنه به حجم دهی و حالت کلاژن سازی بیشتری داره. خب امیدوارم خوشتون اومده باشه، خودتون بتونید تو خونه ابروهای خوشگلتون رو لیفت کنین و یکی اینکه 24 ساعت قبل و بعد از انجام دادن نخ لیفت حتما از آسپرین رقیق کننده های خون همینطور مولتی ویتامین استفاده نکنین. و بعد همینطور که می‌بینید در انتهای کار من نخ رو انتهاش رو کامل میچینم. ببینید خونریزی در حد همین 2 تا قطره بود، بیشتر اتفاق نمیفته اگر اون نکته‌هایی که گفتم رعایت بکنید. 24 ساعت بعدش دوش انجام بدید. اصلا با صورتتون با پوست اون قسمت به هیچ عنوان ماساژ یا هیچ فعالیت دیگه حرکت نداشته باشه. بهتره بعد از بوتاکس کار لیفت انجام بدین که عضله غیر فعال باشه و بتونه بهترین لیفت رو به شما بده. اگر از آموزش لیفت ابرو خوشتون اومده ممنون میشم که اونو سابسکرایب کنین، به دوستاتون کانال رو معرفی بکنین تا بریم برای آموزش های بعدی. ممنونم از اینکه حمایتم کنین. مرسی، روز و روزگارتون خوش باشه. بریم تا آموزش بعدی.